تا الان چند بار شنیدی که میگن از روی وزنش میشه فهمید که اصلیه؟ ببین پشتش چی نوشته، به رنگ پورت دقت کن. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، مافیای لوازم جانبی موبایل خیلی باهوشتر شدن. دیگه وزن و نوشته کاری از پیش نمیبره. این دوتا یکیشون اصلیه، یکیشون تقلبی و تو حتی از نزدیک نمیتونی تشخیص بدی. اما یه راه مخفی هست که این راهو کمپانی اپل با ما به اشتراک گذاشته، راهی که نه به چشم مربوطه نه به حس لامسه، نه اعتماد بیجا به موبایلی دروغگو، چیزی که هیچ کس توی یوتیوب و اینستاگرام نگفته، چون همونطور که گفتم این راز اپل پیش ما. بذار شارژر رو وصل کنم به مکبوک، حالا این مسیر رو میرم. اپل منیو، در ادامه about this Mac، در ادامه سیستم ریپورت و در نهایت پاور. روی گزینه پاور کلیک میکنی، اطلاعات ظاهر میشه. اگه شارژر اصلی باشه مکبوک دقیقاً مشخصاتشو نشون میده، اما اگه تقلبی باشه یا هیچ اطلاعاتی نمیده یا ناقص و مشکوکه. دیدی چی شد؟ مکبوک خودش میفهمه چی ساخت اپل و چی نیست. نیازی به اعتماد به فروشنده و ضررهای مالی نیست، نیازی هم نیست سلامت باتریت صدمه ببینه. این روش نه روی گوشی جواب میده، نه با دیدن، نه با اعتماد به حرف، نه هیچی. فقط مکبوکه که راستشو میگه. ما رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای همه آیفون بازا بفرست. اگه تو هم نگران سلامت باتریت و گوشی 100 میلیونیتی برامون کامنت کن 20.